او با داشتن 13 سال سن حالا عاقل و با تجربه شده است. در اینجا یکی از بهترین قلمروها را تصاحب کرده است. او بیشتر از 10 سال است که صاحب این قلمرو بی‌نظیر است، اما برای حفظ آن باید سخت تلاش کند و توصیف سخت گذری آن مبالغه آمیز به نظر می رسد. این ظاهر قصه است. دره‌های هولناک اینجا احتمالاً به کمتر رهگذری اجازه عبور می دهند. اشکفت‌هایی عمیق دیوارها را از هم جدا کرده اند و بیشتر دره‌ها به هم راهی